عرض بکنم روز قدس در پیش. امسال روز قدس به نظرم با سالهای دیگه فرق. فلسطینی ها هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان امسال دارن فداکاری های بزرگی از خودشون نشون و رژیم صهیونیستی هم انصافاً اون منتهای رذالت و جنایت رو داره انجام میده دیگه. از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصوره. هر غلطی از دستشون برمیاد میکنن، آمریکا هم پشتیبانی میکنه، اروپا هم پشتیبانی میکنه. فلسطین هم مظلومه هم مقتدره. مقتدر مظلوم. من یه وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسلامی اینو گفتم مثل امیرالمومنین، هم مقتدر بود، قوی بود، هم مظلوم بود. واقعا امروز فلسطین اینجوریه، واقعا قدرتمنده. یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارن قضیه فلسطین فراموش بشه، ایستادن در مقابل تعرض دشمن، در مقابل جنایت دشمن.